دیگه با هرز رفتن جوجه‌هات خداحافظی کن. با این ترفند هرزی جوجه‌هات رو قطعی برطرف می‌کنی. جوجه‌ها معمولاً بر اثر جلب کردن اشتباه مربی پا جای هرز می‌ذارن و این هرز رفتن ذره ذره تبدیل به عادت میشه. اما اگه همون روزهای اول این هرز رفتن‌ها گرفته بشه، کفترتون دیگه اون کارو فراموش می‌کنه. روش 100% برای این رفتار جوجه‌ها بهتون معرفی می‌کنم. به شرطی که تمامش رو مو به مو انجام بدی. 2 روز غذای جوجه تو به صفر میرسونی و اندازه بند انگشت بهش دون میدی که ضعف نکنه. این دون دادن باید حتما زیر تور انجام بشه، نه داخل گنجه. نوع دون هم حتما باید ارزن باشه. روز سوم سنجاق بند میندازیش بالای توربند و اندازه 2-3 بند انگشت بالای همون توربند بهش دون میدی. روز چهارم نصف پرهای سنجاق رو باز میکنی که نتونه خیلی بپره و زمان دون خوردن با چوب یا وسیله‌ای کمی جوجه رو اذیت میکنی که بپره و مجددا جا کنه. روز بعد کامل سنجاق‌هاشو باز میکنی و میندازیش بالای توربند و دیگر کفترها باید زیر تور مشغول دون خوردن باشن که جوجه به دلیل ضعفش با دیدن دیگر کفترها هیچ وقت ارتفاع نمیگیره و از خونه دور نمیشه و مجددا روی همون توربند بهش دون میدی. وقتی در حال دون خوردن بود باید مجددا اذیتش کنی که کمی بپره. این روش هر روز تکرار میشه و غذاش هر روز بیشتر میشه تا کاملا جا کردن رو یاد بگیره. دون بالای توربند یه نوع تشویقی برای اون محسوب میشه و یاد میگیره هر وقت پشت تور بشینه غذا در دسترسش هست و چون در حالت ضعف غذایی قرار داره مطمئنا برمیگرده. این ویدیو رو سیوش کن و تمام نکاتش رو یادداشت کن. مطمئن باش به نتیجه 100% میرسی. با انیمال دورف مربی